ممکنه چند میلیارد تومان ضرر کنید اگه قبل خرید ملک این 7 استعلام رو نگیرید. شناس یکتای بالای سند رو در سامانه ثبت من چک کن و اصالت سند رو بررسی کن. وضعیت خاص سند رو بررسی کنید. اگر روی سند عبارت طلق نوشته شده باشه یعنی از این جهت شما محدودیت خاصی ندارید. شناس ملی جغرافیایی ملک رو در سامانه ژئوپلنر بررسی کن تا مطمئن بشی موقعیت دقیق ملک همونی هست که بهت نشون دادن. وضعیت حقوقی مالک و امکان انجام معامله رو با اپلیکیشن آب بررسی کن. اگه با زمین، باغ یا ملکی خارج از محدوده شهری سر و کار دارید، حتما از جهات کشاورزی و منابع طبیعی استعلام بگیرید تا بعداً با ادعای ملی یا زراعی بودن زمین مواجه نشید. استعلام توقیف یا رهن نبودن ملک رو از دفترخونه یا سامانه ثبت من چک کنید تا ملک بابت مهریه در توقیف نباشه. استعلام شهرداری، پایان کار، تخلفات، عقب نشینی و طرح‌ها رو حتما از شهرداری بگیرید.